درود فراوان به تمام هم‌میهنان عزیز دلم. آقای ترامپ عزیز، شما با این تحریمی که ایجاد میکنی فقط به دست مسئولان و افرادی که در کشور ما هست بهونه‌ای میدی که به معیشت ایران ضربه بزنن. یعنی تمام انسان‌هایی که توی کشورمون وجود دارند به سختی زندگی کنن. شما قبل از اینکه نگران انرژی هسته‌ای ایران باشی باید نگران فناوری که تولید شده باشی. حالا این فناوری چیه؟ این فناوری یک نوع هوش مصنوعی جدیده که تمام IP های بردهایی که در کشورت استفاده شده رو بر روی یک سیستم ذخیره سازی کرده. چه توی فناوری، چه توی صنعت و چه داخل نظامتون. حالا این داخل نظامی که میگم حالا شامل هواپیما، شامل جت و موشک و تمام چیزهایی که ساختید و درونشون برد استفاده کردید، تمام IP این بردها ارسال شده و اینها ذخیره شده. یعنی شما اگر هواپیما یا جت یا موشکی رو به سمت ایران هم بخواید ارسال کنید برای انفجار، قبل از اینکه به ایران برسه و قبل از اینکه بخواد پدافندهای ایران با اون موشک ها و یا اون جت ها مقابله کنه، قبلش تمام اینها از طریق این سرور هک میشه و تمامشون